ضرب‌المثل مقال‌های مصری. گرگ بچه را تربیت کردن غیر امکان است. کسی که صدبرگ می خواهد باید به خار تاب آرد. هنگام سحر احتیاج به چراغ نیست. قطره های باران می توانند آغاز آبخیزی باشند. کسی که در دلها جای گرفته است نمی میرد. کتاب راه و روزها به آدم خرد می بخشد. دوستداری و سلفه را پنهان کردن غیر امکان است. کسی که می پرسد هیچگاه راه گم نمی زند. کارهای شما یادگاری شماست. کارت که تمام شد ناترسیده استراحت کن. تنها مومیا در تنهایی عذاب می کشد. مقابل دشمنان با یک نفر جنگیده نمی شود. بدون سراسیمه شدن حرکت کنی به دوری ها می رسی. صبح از شام داناتر است.